شاهکاری‌های ادبیات جهان، بهترین نمونه‌های نظم و نثر جهان. شاهکاری‌های ادبیات جهان، نیروبخش معرفت، شکوفایی شعور و پرتوافشانی فروغ فضل و حکمت در خانه دل شما. از ارمغان معنوی شاهکاری‌های ادبیات جهان بهره‌مند شوید. شاهکاری‌های ادبیات جهان از رادیوی فرهنگ. درود به دوستداران برنامه‌های ادبی رادیوی فرهنگ. گفتارمان را از سلسله خوانش بدیعی شاهکاری‌های ادبیات جهان آغاز می‌بخشیم. گفتار 17 را از روی رمان مارتین ایدن نویسنده آمریکایی جک لندن در قرائت عبدالجلیل امان بشنوید. امروز مارتین در ترغاره کلانی که از محول تیزی صابون پر کرده شده بود لباسای پشمین را آب می‌گرداند. بر علاوه آبگردانی با یاری اسبابی مخصوص بجا آورده میشد که آن از پمپه غلدرکی و میلی به بالاچوبی تغاره پیوسته عبارت بود. در جامشوی خانه دیگر هنوز این را یافته نبرآمدند. من باشم با همین راه امکانیت دارم که روزهای شنبه کار را ساعت 3 به آخر رسانم. فقط این کار را ماهرانه کردن لازم است و بس. حرارت مخصوص، فشار مخصوص لازم است و هر یک گریبان و سراستین را باید 3 بار گذراند. انا نگاه کن. او سراستین را به دست گرفت. با دست همین خیل کرده نمیتوانی. هم تو نه؟ روز پنجشنبه دودی فیقان جا به آسمان دکه زد. برای آهر دادن از معیار زیاد یک بوچه سر و لباس فرستادند. بر پدرش لعنت داد زد. او بس کار کرده شدم. من 1 هفته رسا هر 1 دقیقه را صرفه کرده خر بر این کار کنم و اکنون تماشا کنید. 1 بوچه سر و لباس زیادتی. من در مملکتی آزاد زندگی دارم و به این خوکی گالندی گپی در دلم بودگی را میگویم. باز تا نصف شب کار کردن راست می آید، گفت او بعد دقیقه قهر و غضبی خود را فراموش کرده و به تقدیر تن داده. آن شب هم مارتین کتاب نخواند. 1 هفته بود که او روی گزیت را ندیده و عجابت در آن بود که حوصله دیدن هم نداشت. به خبرهای تازه نیز رغبت نمی کرد. او را درمان نمانده بود که به چیز رغبت ظاهر کند، ولی به هر حال عزم کرد که روز شنبه اگر در حقیقت کار را ساعت 3 به آخر رساند، ولسیپد سوار به آکلند رفته می آید. 70 میل رفت و 70 میل بازگشت. این چون معنا داشت که او 1 لحظه دم نمی گیرد و به هفته آینده قوت جمع نمی کند. البته با پاییز رفت آمدن 1000 بار بهتر بود، ولی برای این $2.5 پول می رفت. مارتین باشد سخت عزم کرده بود که پول غون دارد. مارتین معلومات‌های زیادی تازه به دست آورد. هفته اول روز همراه جا 200 کرته سفید را درزمال کرد. جا ماشینی را اداره می‌کرد که به بالا چوبش پروژین پولادی بسته در نوک آن درزمال آویزان کرده شده بود. این کاری بسا وزین و پرمشقت بود که ساعتها به دوام می‌کرد. در پیش ایوان‌های مهمان سرای مردان و خانم‌هایی که در بر سر و لباس سفید داشتند سیر و گردش می‌کردند و یا در پس میزهای پستک نشسته یخ بر این مشروبات را می‌نوشیدند. در واقع به حیرانشوی هم وقت نمی‌رسید. مارتین فکر و ذکرش را به کار داده بود. او مثل ماشین زنده لحظه توقف نکرده هم با کله و هم با دستش کار می‌کرد و کار همین خصوصیت‌های انسانی او را جبیده می‌گرفت. از سر و روی مارتین عرق ژاله‌وار می‌شارید. او از حد زیاد آب می‌نوشید، ولی هوا به اندازه گرم بود که آب در بدن نایستاده از هر جای بدن زده خارج می‌شد. به سرش فکر و اندیشه دیگری نبود. او حتی نمی‌دانست که روف را دوست می‌دارد یا نه. روف گویا دیگر حتی وجود نداشت، چون که مارتین از کار به حال و به مدار شده را فرصتی
به یاد آوردن خاطره ها نبود و تنها شبانه هنگام به جایگاه در آمدن و صبح به سری نهاری او در پیش نظری مارتین خیال نمودار میگشت. از دوزخ هم بدتر همتونه؟ پرسید روز جا. مارتین سر جنبان ولی حس نمود که دیگی عصبش به جوش آمد. آنچه عیان است حاجت به بیان نیست. آنها عادتا هنگام کار بین خود گفتگو نمی کردن. گفتگو کار را می کشت و انا حالا فکرش به سوال جا بند شده مارتین درزمال را 2 بار زیاد راند. این بر علا معلوم شده می استاد. آدمی که برای ثانیه ها و دقیقه ها مانده نشده تلاش می کند، آدمی که دشمنی قتال سوستکاری و محو سازنده صد و مانعه هاست، آدمی که چشمه خوشنشونده نیرو بوده پر اقتدارترین موتور انسانی است و در کار شیطان را سبق می دهد. الحال هفته مهنتیش را به آخر رسانیده تماما ادا و ابگار شده بود. او تیره و دلگیر و بیحال و بیمدار بود. چهره زیبایش کاهیده بود. او با خاطری آشفته پپیراس می کشید و آوازش غمانگیزانه و یک نواخت صدا می داد. در آن دیگر نه جوش و خروش حس کرده می شد و نه غیرت و حتی استراحتی شایسته او را خرسندی نمی بخشید. مارتین به آبازی رفت و بازگشت دید که جا به کجای غیب زده است. مارتین به دل اندیشید که جا یقین برای یک استکان پیو نوشی رفته است، ولی حالتش نمانده بود که وی را جستجو کرده بدیه رود. او کفشش را نکشیده به کت دراز کشید و عقل و هوشش را به جایش آوردنی شد. کتاب را به دست هم نگرفت. او نهایت از حال رفته بود و تا فرارسیدن وقت شامخوری به هیچ فکر و خیال در حالت نیمه بیهوشی دراز کشیده خوابید. جا به شامخوری هم نآمد. چون مارتین از او پرسان شد، باغبان جواب کردند که جا یقین پیش تخته میخانه را اجاره گرفته است. روز یکشنبه به همین منوال گذشت. روز دوشنبه باشد صبح او الکی سر و لباس سره می کرد و جا سرش را با روپاکون بسته لعنت و نفرین خان صابون را در آب حل کرده ماشین جامشویی را به کار می انداخت. هیچ علاج ندارم، سبب نشان داد او. همین که شنبه بیگاه شد خماری نوشیدنم می گیرد. هفته 4 دوام داشت. مارتین به خود لعنت و نفرین می خواند. به زندگانی لعنت و نفرین می خواند. او شکست خود را با غم و غصه به گردن می گرفت. محررانی که حکایه های او را قبول نکردند حق بودند. اکنون این را خود او هم به خوبی می فهمید. او به حال خود می خندید. به آن خیالات شیرین خود که مدت پیش در دل می پرورید می خندید. روف به واسطه پاچته به او ترانه های بحر را بازگرداند. او مکتوب روف را لاقیدانه خواند. روف ظاهراً خیلی سعی و کوشش کرده شفق و ذوقش را از اشعار او بیان ساختنی شده بود، اما روف دروغ گفته نمی توانست و در عین زمان حقیقت را از خودش پنهان داشتن هم برایش کار دشواری بود. شعرها به او معقول نشدند و این از هر سطر تعریف و توصیف زورکی و به حوصله نوشته‌اش معلوم شده می ایستاد و بی شبهه حق بر جانب او بود. مارتین مراتبه دیگر شعرها را خوانده برآمده به این باوری حاصل کرد. او دیگر در آنها رنگ و بوی حس نکرد و اکنون هیچ فهمیده نمی توانست که چی او را به نوشتن آنها وادار ساخته است. او با میل تام خودی همان لحظه ترانه های بحر را ساخته می توانست، ولی با یک خواهشی او آنها علنگه نمی گرفتند و در عین زمان برای به پیش ماشین ها فرامدن مدارش نمانده بود. بودوشودی قوه و تواناییش به شستشوی سر و لباس بیگانگان صرف شده، برای کارهای شخصیش ذره قوه نمانده بود. مارتین به دل اندیشید که روز یکشنبه هر نو کرده به روف مکتوب نویسد، ولی روز شنبه بیگاهی کار را به آخر رسانیده و آبازی کرده حس نمود که در دلش خواهشی سختی
غم و غصه را برآوردن بیدار شده است. کنی رفته بینم جا در آنجا چه خیل دل خوشی می کند، گفت او، و خودی همان لحظه فهمید که دروغ می گوید، ولی یارای آن را نداشت که در این خصوص اندیشه کند و از دو سر مهر کذابی را بر پیشانی خود زدنی نبود، چرا که اشتیاق زنگ دلش را شستنش بیشتر بود. او گویا سیر و گردش می کرده باشد، شتاب نکرده به سوی ده روان گشت، ولی چون به میکده نزدیک رسید بدون اختیار تیزتر قدم زد. من گمان کرده بودم که تو فقط آب خالی می نوشی، گویان استقبال کرد او را جا. مارتین شرح و ایضاح دادن ننشست و ویسکی فرمود. به خود یک استکانی پر ریخته شیشه را به جا دراز کرد. فقط تیزتر جون، با آهنگ دغل گفت او. اما جا فیصل میداد و مارتین وی را منتظر نشده دم نگرفته استکان را خالی کرد و باز یک استکان دیگر ریخت. مارتین خاموشانه می نوشید، هر سری چند وقت باز و باز ویسکی می فرمود و بوفچی جوان قشلاقی دخترمانند را که چشمان کبود داشته مویهایش را فرق شده شانه کرده بود مات و مبهوت می گردانید. آدمان را این خلکار فرموده هلاک کردن خریگری است و بس، می گفت جا. اگر من این سبیل مانده را نمی نوشیدم جامشوی خانهش را کیها آتش می دادم. به خدا بختشان بلند بوده است که می نوشم. اما مارتین جوابی نگردان. بعد یک دو استکان دیگر نوشیدن کیفش رسا شده به معده‌اش تأثیر کرد. نهایت در ظرف این هفته ها مراتبه اول او نفسی زندگانی را حس کرد. در دلش دوباره آن همه آرزوهای پیشترش پیدا شدند. خیالاتش از حجره تنگوتار زده برآمده او را به سوی پهناهای درخشان اولوی گرفته می برد. آینه تصوراتش باز درخشان و نقره‌فام گردیده، لوحه های درخشان یکی دیگری را پس گذاشته میل تافتن گرفتند. او دست به دست به چیزی زیبا و فوق‌العاده قدم میزد. او به جا این را گفتنی شد، ولی جا به خیالات خود بند بود و آرزو داشت که روز کاری پرمشقت و دلبزن را بس کرده خود صاحب جامشوی خانه بوغی کلان نگردد. بله مرد، در جامشوی خانه من بچه ها کار نخواهند کرد. به این کپم باور کنی می شود. بچه ها را عموما کار نمی فرمایم. اما به گوشی مارتین گپ نمی در آمد. او جا را به بوفچی حواله کرده بود. بوفچی تا او را جیغ زدنی میزاجانی نو دو فرمری محلی به جاخزنی وی گوش کرده ایستاد. مارتین هم آن دو فرم را و هم آدمانی در میکده بوده، چند بطرک، یاردمچی، باغبان، سئیسی مهمان سرای، خودی بوفچی و باز کدام یک آوارگردی را که به میکده سایه بر این در آمده در آخری پیش تخته چشمانشان را میلتاس سنانده می ایستاد، حاتمانه ضیافت داد. پگاهی روز چهارشنبه جا دشنام و حقارت کنان دسته اولینی سر و لباس را به ماشین جامشویی انداخت. برای همین هم من میگویم که به گپ سر کرد و جاغت را گیر نعره کشید مارتین به او. جا مرا ببخش، گفت او بعدتر هنگامی که به سری خوراک نصف روزی نشستند. در چشمان جا آب چرخ زد. میلش دوستم، جواب گردان. او عمرمان در دوزخ گذشته ایستاده است و هیچ عجابت ندارد که بعضن آدم یک بار علف گرفته می رود. لیکن به خدا که من در این مدت به تو دل بستم، انا برای همین هم کمتر علمم آمد. برای چی باشد که در رو به تو مهر پیدا کردم. مارتین دستی رو فشرد، جین زند همش را. سخنش را دوام داد. جا بیا از بحرش میبریم و آواره‌گردی میکنیم. هفته ها میگذشتند. مهمانسرای پوری آدم بود و سر و لباسی نفیس به جامشوی خانه همان بیشتر می آمد. جا و مارتین معجزه های مردانگی نشان داده تا دلی شب در روشنی چراغ الکتریک کار میکردند. مهلت خوراکخوری را مختصر کرده بودند. کار را هنوز پیش از نهاری آغاز می نمودند. کم تصادف می شد که مارتین به فکر رود. در این مسکنی تفکراتش بسته، تیریزه هایش مخکوب کرده و خودی او پاسبانی شبهی دروازه این مسکن شده بود و بس. بله، او شبه گشته بود.
حق به جانب جا بود. باز روز شنبه فرا رسید و در ساعت 3 کار انجام یافت. رفته یک استکانی پیوان نمی نوشیم؟ پرسید جا با آهنگی لاقیدانه، چرا که افسردگی مقرری شنبه ای او را الکی به تصرف خود در آورده بود. اما مارتین گویا نه از خواب بیدار شده بود. او ولوسیپدش را به ترتیب آورد، به چرخهایش روغن مالید، رولش را تفتیش و مروتهایش را تازه کرد. جا در میکده می نشست که مارتین سر بالای رول خم کرده با یک مرام پیدل زده دو دیده برای پرچنگوباره که در آن باید 70 میل می پیمود دخته شتابان از نزد آن گذشته رفت. هفته پنجم و پس آن هفته ششم گذشت. مارتین باشد هنوزم مثل ماشین کار و زندگی داشت و تنها در نهانخانه قلبش میده ترین شراره محفوظ بود که او را برای دری آخری هفته ولوسیپد سوار راهی 140 میلی را پیمودن وادار میکرد. اما شنبه آینده او برای رفع آن کرختی که خستگی به وجود آورده بود توسط آن کرختی که خستگی از این بیشتر به وجود آورده است باز هم 70 میل راه پیمود. آن نیز عیناً از روی آن قانونیتی که شب از پس روز بعد کار می آید. حیوان کاری که شدی هرگز به قله های درخشان نمی رسی. این اندیشه را با او ویسکی تلقین می کرد و او آن را معقول دانست. ویسکی حکمتی بزرگی را ظاهر نمود. وای برای مارتین حقیقتی مهمی را باز کرد. مارتین خواهش نمود که برایش قلم و کاغذ آورند. برای الفتهایش ویسکی فرمود و تا دمی که به سلامتی او قدح گفته همه ویسکی می نوشید به پیش تخته تکیه کرده در روی کاغذ چیزی می نوشت. جا تلگرام گفت او کنی خوان. جا ابلهانه و مستانه تبسم کنان آن را به خواندن درآمد، ولی آنچه که نوکک خواند او را هوشیار کرد. او طعنه‌آمیز به مارتین نگریست و در چشمانش اشک درخشان گشت. تو مرا پرتافته می روی مارت؟ پرسید او اندوهگینانه. مارتین به علامت تصدیق سر جنباند و پسر بچه را نزدش خوانده فرمود که تازان به تلگراف رود. ایستا. به زبان گرفته گفت جا من بعضی چیزها را در کلم پزاندنی. جا برای آن که نافتد به پیش تخته چنگ زد. مارتین باشد تا به خود آمدن او را از کتفانش داشته می ایستاد. تا دمی که مارتین در متن تلگرام کارگری دویم را با هر دو کارگری جامشوی خانه ایواز می کرد جا حکایش را دوام می داد. تا آن وقتی که در بیمارخانه خوابیدم تماما میل نوشیدن نداشتم. عجبه، ولی چون هفته دراز خر بر این کار میکنم شکم سری ننوشم نمی شود. همه می داند که آشپزها بلا بر این می نوشند، نانوای ها هم کارشان همین خیل. ایستا نصف پولی تلگرام را من می دهم. خیلی ثانی حسابی میکنیم گفت مارتین. هی اینجا بیایتان من ضیافت می دهم فرمود. فریاد کشید جا پولش را برای پیش تخته پاش داده. صبح روز دوشنبه جا از غایت هیجان از خود بی خود بود. او با درد سرش اعتباری نمی داد، به کار هم رغبت ظاهر نکرد. در مدتی که بی‌پروایانه به تیریز چشم دوخت آفتاب و درختان را تماشا کنان لذت می گرفت، دقیقه های قیمت بهای رفتند. روزی شنبه آنها حساب و کتاب کردند و تا 4 سو هر دو یک جا رفتند. تو البته همراه من نمی روی، حاجتی گپ هم نبودگیسته؟ پرسید جا با قیافه تماما ناامیدانه. مارتین به علامت انکار سر جنباند. او الکی آماده ولوسیپد سوار شوی بود. آنها دست یکدیگر را فشردند و جا لحظه دستی مارتین را سر نداده گفت من و تو در این دنیا باز وا میخوریم مارت. دلم گواهی داده ایستاده است. الوداع مارت، بخت یارت باد. من تو را دوست می‌دارم، به خدا که دوستت می‌دارم. تا در خمگشت از نظر غایب شدی مارتین جا از پس او نگاه کنان بیاورانه در مابین راه ایستاد. بچه نغز زیر لب گفت و عجب بچه نغز. سپس قدقدی را کشاله شده به سوی آب نساس خانه رفت. در آنجا در راه احتیاطی یگان 6 تا بر این وگان بارکشی خالی ایستاده نگران بودند که کی آنها را با پاییز می‌پیوندند.
шунавандагони арҷуманд, шумо хониши бадеиро аз рӯи романи Мартин Идени нависандаи амрикоӣ Ҷек Лондон дар қироати Абдуҷалили Амон шунидед. поёни гуфтори 17 коргардон Даврон Соҳибзода шоду сарбаланд бошед.